خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار آموزش کامل ریپلی مود داخل یک ویدیو براتون بدم. ریپلی مود اصلا چی هست؟ شما دیدید که یه سری از یوتیوبرها مثلا دارن راه میرن یا یه بیلدیو دارن میسازن یا دارن خلاصه مثلا یه باس فایتی رو میکشن و یه فیلم خیلی جذاب ازشون میگیره، به اصطلاح تایم لپس بهش میگن. و چجوری ما یاد بگیریم که این حرکت رو بزنیم و خلاصه کلی ویدیو خفن ازش بسازیم. حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب داشته باشید که بعد از اینکه ویدیوی جدیدی گذاشتم بیایید ببینید و از دستش نید. برو بریم برای ادامه این. شما باید بیاید داخل گوگلتون و سرچ کنید ریپلی ماد. ریپلی مودی که زدید مادرینف براتون میاد و خود سایت اصلی ریپلی مود اینجا میاد، مایکروفت ریپلی مود اینجا. دانلود نه رو شما اگه بزنید میارتتون اینجا و اکثرا بیشتر شما نسخه فبریک فقط برای 1.8 و 1.12 شما میتونید نسخه فورج رو داشته باشید. خب شما میرید اینجا هر نسخه که بخواید میتونید دانلود کنید. اینجا تعداد دانلود ها رو بهتون میگه و مثلا من الان برای نسخه ای که دارم 1.21.11 است که روی خود مودپک تی لانچر من اینو دانلود دارم و شما میذارید اینجا تا براتون دانلود بشه. خب شما الان این فایل رو دانلود کردید replayMod.jr و شما مثل همه مودهایی که نصب میکنید شما اینو کات میزنید و میایید میرید داخل پوشه ماینکرافتتون. حالا اگه مودپک داشتین روی ورژن میزنید و روی مودپک میریزین، اگه نداشتید روی همین ماد کلیک کنین و پیستش بکنید که براتون بیاد. خب تا اینجا ما با آموزش ریپلی مود بودیم که یعنی ریپلی مود شما گرفتین و ریختینش داخل پوشه ماد. الان شما فکر کنید که دیگه کاری ندارید و ویدیو دیگه اینجا فکر میکنید به پایان میرسه، ولی نه، کور خوندید، این تازه اول ماجراست. شما الان وقت که میایید اینجا داخل مثلا مادز، برای اینکه مثلا این قسمت مادز رو براتون بیاره به شکل لیستی، من خودم آموزش بهترین مودهای فبریک رو براتون توی ویدیوی جداگونه ضبط میکنم. خب شما میایید اینجا و ریپلی مود اینجا هست. من اول ستینگش رو بهتون آموزش میدم و بعد میریم سراغ بقیه کار. اینجا شما مثلا میگید که وقت دارید ضبط میکنید شروع میکنید به ضبط کردن enable push notification، یعنی مثلا بگه که استارت شده ریکورد و بهتون پیام میده. اینجا ریکورد داخل سرور همونطور که پیداست داخل سرور هم شما میتونید ازش استفاده کنید. به نظر من اتوماتیک ریکوردینگ رو آف بذارید، به خاطر اینکه خودش اتومات مثلا براتون ویدیو ضبط میکنه که اصلا خوب نیست، حجمش میره بالا، حواستون نیست، میزنه خودش براتون ضبط کنه. شوچت الان اینجا مثلا شوچت اینجا شما میبینید داخل چت بهتون نشون میده که داره چه کارهایی انجام میشه، داره رکورد میشه یا نه. این شوپف پریویو خیلی مهمه. مثلا شما دارید رکورد میکنید، اینجا سمت چپ اگه مثلا در حال رکورد کردن باشید یه لوگوی قرمز رنگ براتون میاد که میگه شما در حال رکورد هستید، که الان بهتون نشون میدم. رکورد سینگل پلیر یعنی آفلاین رکورد کنه براتون. و اینا دیگه مال خود تنظیماتشه. بذارید روی کامera رو کلاسیک و فول برایتنس یعنی نورش مثلا باشه روی نایت ویژن یا گاما باشه که روی گاما بهترین بوده. و اینم که مال تنظیم خود ریپلی. خب اول من از شوپف استفاده میکنم که مثلا آن باشه و بهتون آموزش بدم. خب شما میزنید استارت و الان میبینید که من الان F1 بودم، الان سمت چپ بالا یه حالت رکوردینگ اومده اینجا. الان شما داره بهتون میگه و داخل چت هم برامون نوشت استارت ریکوردینگ. و شما چیکار کنید که مثلا اگه ویدیو دارید ضبط میکنید همزمان با ریپلی مودتون نشون داده نشه، میرید داخل ماد و میرید داخل ریپلی مود و شما این شوپف رو شما اینجا میزنید و میاید بیرون. و الان میبینید که هنوزم اونجا هستش. این شوپف به خاطر اینه که مثلا یه حالت باگ تور و اینا از بین میره و شما بعد اینجا این ریکوردینگ ایندیکیتور رو آف بذارید. خب شما دیدید که اون چیز قرمز رنگه اینجا پاک شد و رفت و این خیلی خوبه که شما همزمان که مثل من دارید با OBS رکورد میکنید اون نباشه، چون این ضایع است میدونید. ولی خب به جاش توی چت مثلا ریپلی مود براتون بنویسین خیلی بهتره. خب این از این که الان این داره رکورد میشه برای ما و هر جا خواستید شما میتونید پازش کنید و مثلا من بیام اون طرف وای میستم یکم میرم و الان مثلا من دوباره میزنم که ویدیو رو رکورد کنم. مثلا یه تیکه هایی رو نمیخواید پاز میکنید، یه تیکه هایی خاصی دوباره آن پاز.
و فعلا ما در حال ریکورد کردنیم. الان میریم برای رندر گرفتن و ادامه کار و تنظیمات. و شما وقتی که میاید بیرون، الان اینجا این دیدید که الان برای من فایل رو سیو کرد به درصدی. اتفاقا بهتون میگه شما میتونید اینجا مثلا اسم براش بذارید و مثلا اینجا دان رو بزنید، میاد اینجا براتون سیو میشه. الان مثلا من حدود 1 دقیقه داخل مثلا ورد اند تست 1 رو من اینجا گرفتم، ساعت و تاریخش هم حتی بهتون میگه. اینجا دوباره میتونید تنظیمات خود ریپلی مود رو ببینید. برای اینکه مثلا شما ماد و اینا رو داشته باشید، گفتم که در یک ویدیوی جدا برای فبریک آموزش بهترین مدا و کاربردی ترینشون رو توی این چنل براتون میذارم. حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بنویسید که مشکلی چی براتون پیش اومده، من بهتون راه حل بدم. خب شما میید اینجا داخل این مثلا ویدیویی که گرفتید، الان میبینید که من به شکل انتیتی دارم اینجا براتون راه میرم و یه لحظه وایس مثلا داره، میبینید که داره راه میره. الان من دارم اینجا خودم رو تماشا میکنم. اگه که من گزینه تی رو بزنم میتونم اینجا این رو نگه دارمش. خب من الان گزینه تی رو زدم و الان نشانگر موس من اومده اینجا. من میتونم تکون بخورم و اگه خواستید دوباره بره ESC رو میزنید و میاد اینجا مثلا زاویه تنظیم میکنید، بالا پایین میرید، میاد اینجا و وای میستید خلاصه روبروی مثلا کسی که میخواد فیلمشو بسازه. تی رو میزنید، این گزینه این پایین هست، شما اینو میزنید، لیست کارهایی که شما میتونید با اون کلید اون پایین انجام بدید اینجا براتون میاد که خیلی اینا مهمه. مثلا ایونت مارکر شما با ام میتونید، پاز با پلی انجام میشه. مهمترینشون آی و او هست که اینا کی فریم ها رو میاره براتون و پوزیشن کی فریم ها، اسپکتکتور کی فریم ها رو براتون میاره و بقیه دیگه زیاد مهم نیستن. و شما اگه خواستید میتونید برید بقیه رو ببینید که مثلا به چه دردتون میخوره، مهمن یا نه. مهماشون همین دوتا بود که بهتون گفتم، شما باید از این دوتا فقط استفاده کنید. خب من الان ثانیه 18 فیلمی، ما میایم روی ثانیه 1 و اینجا من پی رو بزنم پلی میشه که من الان فعلا نمیخوام پلیش کنم. میام وای میستم مثلا جلوی انتیتی خودم، مثلا جلوی خودم اینجا وای میستم و الان مثلا آی و او رو میزنم. آی و او رو وقتی با هم بزنید هم پوزیشن تایم براتون ایجاد میکنه، هم کی فریم، که شما میتونید اینجا اولین ثانیه باشه که داره رکورد میشه و الان شما دوربینتون اینجا فعال. اگه دوباره من پی رو بزنم تایم میره جلو، کی فریم تایم میره جلو. بعد مثلا من میخوام که بیام اینجا و بعضی وقتا باگ میخوره، مثلا میام اینجا دنبال انتیتی وای میستم و مثلا اینجا راه میام و اینجا پی رو میزنم و به عنوان مثال مثلا من میخوام اینجا آی او میزنم که تو این ثانیه یه پوزیشن تایم بده. و فعلا من الان اینجا وایسادم و مثلا میخوام بیام این طرف دوباره پلی رو میزنم که داره فعلا وای میسته. مثلا الان دوباره آی او میزنیم که اینجا برمیگرده. بعد میتونید هی بیاید اینجا و دوربینا رو بزنید. نگاه کنید الان داریم مثلا نشونتون میدیم که اینجوری باید بیاید اینجا راه برید. اینجا دیدید من یهو رفتم اونور، اینجا پاز شد ویدیو. دوباره شما میید اینجا و پی رو میزنید که قطع بشه و آی او رو میزنید. بعد که کارتون مثلا تموم شد دیگه چیزی نداشتید، ثانیه آخر دیگه براتون رکورد نمیکنه، همینقدر براتون میمونه که انجام شده ازش. و من دیگه مثلا تا اون انتهای آخر مثلا دیگه نمیخواستم. و اینجا شما میتونید سرعتش هم تنظیم کنید که میخواید به چه سرعتی ویدیو انجام بشه. شما میایید این نوار پایین رو که مال کی فریم هاست رو میارید اول و اینو میزنید. الان به شما نشون میده که الان من میزنم F1 رو میزنم که شما بتونید ببینید الان داره مسیر اون دوربینمون رو که با آی او زدن کی فریم میساختیم و داره نشونتون میده. و مثلا ما الان سرعتش دادیم بخاطر اینکه کی فریم ما بلافاصله جابجا میشه و مثلا میبینید که چرخش های نرمی داره. شما میتونید ویدیوهای قشنگ اینجا واسه خودتون رکورد کنید و من منتظر میشم تا مثلا این ویدیو دیگه انتهاش برسه، تا اونجایی برسه که من پوزیشن تایما رو زدم و میبینید که خیلی نرم اومد سر جای آخری که بهش گفته بودم وایساد. و این بود مثلا نگاه کنید این الان دوربینه، این مشکی الان دوربین ماست که داره رد میشه و یهو نرم میاد اینجا وای میست. برای اینکه شما الان اینو ذخیره کنید و رندر بگیرید بعد بزنید روی رندر کامرا پف و اینا رو دیگه کار نداشته باشید، ولی ویدیو فریم ریت خیلی مهمه، رزولوشن مهمه.
بیت ریت خودش مهمه و به بقیه چیز دیگه دست نزن. و شما اینجا رندر رو بعد وقتی میزنید یه ارور براتون میاد، به خاطر اینکه شما از اینجا بعد مشکلتون شروع میشه و شما یه دونه فایل دیگه رو باید دانلود داشته باشید که بریم این فایل رو با هم دیگه دانلود کنیم. خب ما همونطور که داشتیم ریپلی ماد رو دانلود میکردیم، شما اینجا میزنید ریپلی ماد. وقتی می‌خواستید دانلود کنید اینجا ffmpeg رو دارید که این فایل شما باید برید دانلود کنید و اینجا خود ماینکرافت ریپلی ماد رو براتون میاره و شما باید برید داخل همین سایت و ffmpeg رو دانلود داشته باشید. میاد شما اینجا و میاد این پایین میزنید اینستالینگ ffm و شما اینجا بهتون آموزش میده کجا باید بذارید. اینو میزنید تا براتون دانلودش کنه و منتظر میمونید که 100% کامل بشه. اینجا بهتون گفته که باید برید دات ماینکرافت و توی مثلا اون ورژنتون شما باید اینو پیستش کنید. بریم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. خب من اومدم اینجا تو همون ریپلی که اول کار مادو ما کشیدیم بیرون، اینجا ffm هست. ffm رو شما اینجا برم دارید کات میزنید و دوباره برمیگردید به همون چه ورژن که مثلا برای من ماد پک. اینجا ما میایم روی این و شما باید برید این ffm رو اینجا شما پیستش کنید. وقتی که اینجا پیستش کردید خودش خود به خود مثلا میره سر جاش و مثلا نگاه کنید این الان داره بهمون تست و اینا رو میگه، مشکلی نیست. اینجا توی پوشه ماد مثلا نداریم ما همچین چیزی رو. شما باید برید اینجا مثلا اینو اینجا پیستش کنید دوباره که مثلا داخل این فایل زیپ رو باید اینجا اکسترکت کنید و در اصل اون پوشه شما لازم داریم، اون پوشه‌ای که داخل اینجا هست رو ما لازم داریم و باید مثلا اونو ما اینجا بکشیمش بیرون. کات میزنید، میایم اینجا پیست، منتظر میمونیم تا اینجا برای ما بیاد و اینجا قرارش بده اکسپورتش کنه و ما مثلا الان اینو ما اینجا داریمش. ما اینو که مثلا زیپ بود پاک میکنیم و الان ما این ffmpeg رو داریم که من روی یکی دیگه از ورژن هم اگه بخوام بهتون نشون بدم، الان این پوشه اونه دیگه، درسته؟ پوشه یکی دیگه از ورژن هم ریپلی مود. اینجا میبینید که من حتی چیز دیگه هم اینجا ویدیوشو گرفتم و این خودش خود به خود میره قرار میگیره و چیز دیگه اینجا لازم نداریم ما برای ریپلی مود. و اینجا شما میاید دیگه همه کارا انجام میزنید روی گزینه رندر و میبینید که همچین صفحه براتون میاد. برای اینکه ببینید چه کاری داره انجام میده میتونید روی شو پریویو بزنید که مثلا بیشتر داره همون فیلمتون رو براتون رندر میگیره و بهتون میگه چند دقیقه طول میکشه که این ویدیو رو رندر بگیره. شما میتونید اینجا پاز بزنید و کنسل رندرینگ رو بزنید که من الان لازمش ندارم. کنسل رندرینگ رو میزنه. ببینید به خاطر اینکه داره از کل مثلا توان استفاده میکنه مثلا یکم لگ میزنه. نوشته شما مطمئن هستید؟ میگیم آره ما مطمئنیم و نمیخوایم رندر بگیری برام. و میبینید که داره میگه که برای شما رندر نگرفتیم، مثلا کامل نبوده. میتونید شما از اینجا یه راست توی یوتیوب هم اینو بذارید و مثلا میتونید ویدیو رو حتتون پوشه‌ای که مثلا بعد رندره میتونید برید تو اینجا بزنید و ببینیدش. و اینم بود از کل آموزش ریپلی ماد. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد و کارآمد بود براتون، حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب داشته باشید و اگه مشکلی بود داخل کامنت ها به هم بگید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید.